فیته مذکور در کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از تشخیص دینی دولتی از تاریخ 7 دکبر سال 2015 تحت رقم 149 گذشته برای ثبت توصیه شده است. پنجاه و پنج وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به نام خداوند بخشنده مهربان. گر بر تن من زبان شود هر موی، یک شکری وی از هزار نتوانم کرد. ستایش خدا را که با فضل و کرمش اسلام عزیز را برایمان انعام نموده، از جمله امتان محمد مصطفی گردانده، دریای رحمت بیکنارش بر ما روانه، نوری پیغمبرش فرا گرفت جهان را. کسی که از ذکر خدا دور شد، در دنیا و آخرت کور شد. الله مهربان می فرماید: و هر که از یاد کردن من روگردان شود، پس برای او زندگانی تنگ بود و روز قیامت او را نابینا برانگیزیم. گوید: ای پروردگار من، چرا مرا نابینا برانگیختی و همانا من پیش از این بینا بودم؟ گوید: همچنین نشانه های ما به تو آمد، پس آنها را فراموش کردی و همچنین امروز تو فراموش کرده شوی. سوره طه آیت 124. درود و صلوات بی پایان بر جوهر عزت پیغمبر رحمت محمد امین و بر آل و اصحابش باد. هدف رسالت و پیام تمام پیغمبران خداوند دعوت به توحید و یکتاپرستی و نائل شدن بشریت به سعادت دنیا و آخرت را بوده است. مثل وصیت ابراهیم و یعقوب نیز همین بوده است. این مطلب را قرآن چنین بیان می نماید: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراهیم پسرانش را و یعقوب نیز فرزندانش را به این کلمه وصیت کرده اند: ای فرزندان من، همانا خدا برای شما این دین را برگزیده است، پس از این جهان نمی روید مگر این که شما مسلمان شده باشید. سوره بقره آیت 132. این پیغمبران فرزندانشان را برای عمل نمودن بر کتاب و سنت و دور بودن از شرک و بدعت وصیت نموده اند. خداوند مهربان ضمن سوره لقمان انسان را برای نیکی نمودن به پدر و مادر وصیت می نماید و آدمی را نسبت به پدر و مادری وی حکم فرموده ایم. مادرش وی را در حال سستی بالای سستی دیگر در شکم برداشته است و از شیر باز کردن او در 2 سال است. حکم فرمودیم که ما را و پدر و مادر خود را شکرگزاری کن، بازگشت به سوی من است. سوره لقمان آیت 14.
البته مراد از وصیت خداوند در این آیت حکم خداوند است که انسان به پدر و مادر نیکی نماید. اسماعیل علیه السلام اهل خاندانش را وصیت و امر به ادای نماز می کرد. خداوند مهربان می فرماید: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. و او یعنی اسماعیل خاندانش را به نماز و زکات امر می کرد. سوره مریم آیت 55. پس طبق برنامه قرآن و رویش پیغمبران پیشین، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط صحابگان امتش را وصیت می نمود. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که از من این کلمه ها یعنی وصیت ها را از خود می کند، سپس به آنها عمل می نماید یا تعلیم می دهد شخصی را که به آنها عمل می کند. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمود: گفتم من ای پیغمبر خدا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از دستم گرفت و 5 وصیت نمود. از حرام ها پرهیز نما، عابدترین انسان ها می شوی. به داده خداوند راضی باش، ثروتمندترین مردم می شوی. به همسایه‌ات نیکی نما، مؤمن واقعی می گردی. آنچه برای خود دوست می داری برای دیگران دوست بدار، مسلمان حقیقی می شوی. بسیار نخند، زیرا خنده زیاد قلب را می میراند. روایت ترمذی. بعض صحابگان به خاطر محبت بیشتر نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام روایت واژه یا اصطلاح اوصانی خلیلی یعنی دوستم وصیتم نمود را استفاده می بردن. البته این از روی محبتی که نسبت محمد صلی الله علیه و سلم داشتن با لفظهای شیرین او را ذکر و یادآوری می نمودند. در این رساله بعضی وصیت‌هایی را که صحابگان از حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم شنیده بودند یا به آنها به واسطه خطاب نموده بود، از کتاب‌های معتبری نزد دانشمندان فنی حدیث اختیار نموده بعد تخریج و ترجمه به زبان ناب تاجیکی پیشکش دوستداران سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نموده. در آخر از خداوند منان تمنای آن را دارم که این عمل را خالص برایش گرداند و در نامه حسناتمان ثبت نماید. یا خیر خلق الله، یا حبیب الله، یا رسول الله محمد